مردم رنج دارن، چیزایی آجی میپرسن، چیزایی از من تقاضا میکنن، اصلا بعدم میاد این کس بازی آجی. یه نفر غرور ما رو گاهی دیدم جمهوری اسلامی بود، اینقدر درد رنج به مردم داد. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روزی برای مردم هموطن خودم اشک بریزم. من که تو ایران رو شونه مردم بالا میرفتم برای راحت زندگی کردن، دایرکت های میگیرم، یعنی اولین چیز ساده زندگی رو ازش محرومن، از من میخوان. میگه کمکمون کن هایسان. کم آوردم خودم آجی، روحی کم آوردم، دلم میسوزه برای مردم.